به نام خدا. سلام، محمد حسینم. این اولین ویدیومه. امروز میخواستم موتورم معرفی کنم. اسم موتورم جدیدیه، اسم همون کانالم جدیدیه. چند وقت پیش، حدود 1 سال پیش، تصمیم گرفتم که یک موتور بازیسازی دو بعدی بنویسم با زبان C++. که این موتور هم سبک باشه، هم رو سیستم، بالاخره سیستم های ضعیف اجراشه و یه چیز خیلی به اندازه نیازم باشه. از موتورهای سنگینی مثل یونیتی و آنریل اینم پرهیز کردم، هم به خاطر اینکه کلاس سورس بود، هم به خاطر اینکه خیلی سنگین بودن. حالا امروز میخوام فیچراشو نشونتون بدم. حالا تو ویدیو بعدی هم مراحل پیشرفت و مسائلی که داشتم. خب، روی محیط دسکتاپ هستیم. موتور رو رام میکنم. یه صحنه ساده نوشتم، یه بک‌گراند داره، یه سیب و یه آبجکت آتیش. یه کد ساده نوشتم که سیب رو میتونیم با کیبورد و موس حرکت بدیم و برای مثال اگر این سیب رو نزدیک آتیش ببریم آتیش میگیره. اگر هم بیشتر نگه داریم حالا میسوزه و ریسپان میشه در اصل. به همین سادگی آتیش میگیره، میسوزه، ریسپان میشه. خب حالا اینجا سعی کردم معماری رو شبیه یونیتی در بیارم. یه تابع استارت داریم. این تابع استارت یه بار صدا زده میشه اول کار و یه تابع آپدیت داریم. هر فریم صدا زده میشه، دلتا تایم هم بهش میدیم. اینجا هم میگیم تو صحنه هوم اجرا بشه. این هم فایل صحنه هومه که به صورت جیسون نوشته شده. این مثلا آبجکت اپلشه، یه باکس کلایدر و اسپرایت داره، خیلی شبیه یونیتی سعی کردم بنویسم. این آبجکت فایر بود که تو صحنه میدیدین. این هم اسپرایتشه، این هم انیمیشنشه. ما حالا فایل انیمیشنش رو واسهتون پیدا کنم. بله، fire.json. اینجا اون انیمیشنیه که میگم چجوری رو اسپرایت شیت کار کنه. این هم یه آبجکت هم بک‌گرانده. اینجا خیلی ساده گفتیم که مثلا این دوتا آبجکت رو پیدا کن و اینجا هم گفتیم که مثلا فلان جور حرکت کن. حالا تو ویدیو بعدی بیشتر حالا توضیح میدم. یه باگ خیلی جالب اینجا بود که اگه من اینو کامنت کنم، اینجا میگه که هر فریم اینو ریلودش کن، که کار سنگینم هست نسبتا. اگه اونو حذفش کنم، الان همطور که میبینید نمیدونم چی میشه، سیبو میگیرم یه تکسچر عجیب غریب برم داره این آتیش میگیره و نمیدونم هم دقیقا مشکلش چیه. حالا پیداش میکنم، ممنونم میشم اگه شما هم بکردین دنبالش، از اینجایی که حالا پروژه اوپن سورسه. آره، این در اصل به اصطلاح مشکل این تکسچر رو داره. خب حالا این ویدیو رو زیاد طولانیش نمی کنم. تو ویدیو بعدی سعی میکنم چالش هایی که تو همین اسکریپتینگ لوا داشتم و چیزایی که حالا شاید جالب باشه بشنوید رو براتون بگم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.